من اومدم. پول گرفتی بهرام؟ متاسفانه بله. زنگ بزنم رستوران. این چیه؟ زمینی ها بهش میگم پول. خودم میدونم پوله. چرا اینقدر کمه؟ این 270,000 تومنه برام. نه 270,000 تومن بود. این فرخ 230 تومنشو برداشت برای شارژ. یعنی اگه پول آقا وانتیارم ندیم باید با این یه ماه زندگی کنیم؟ یه ماه چند روزه؟ 30 روز. گاهی اوقاتم یه روز. چیه؟ یعنی روزی 1000 تومن. آها یعنی 2 تا تخم مرغ و 4 تا نون ها؟ پس من با چی برم سر کار؟ الان میخوام بزنیم زمین رو با این همه آدم نابود کنیم بره؟ برای ما هم تصمیم راحتی نبود. اما شما خودتونم دارین خودتون رو نابود میکنین. اینجا کسی اگه پول نداشته باشه گرسنه میمونه. شما یه ماه صبح تا شب کار میکنین. با حقوق یه ماهتون فقط 10 روز میتونین زندگی کنین. من خودم آدمایی رو دیدم اینجا جون میکنن، درآمد ندارن، همین مامورین شهرداری. شما برای پول هر کاری میکنین. شما مدام در معرض خطر هستین. دروغ، دزدی، کلاهبرداری و بقیه موارد. اگه این اتفاق بیفته خدمت بزرگی به شما شده.